با نام و ید خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان و امران عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر که ربات اتوتریدی دارید و میخواین صرفی توبیت رو بهش وصل کنید، یا حالا ربات اتوترید نه، هر ابزاری که نیاز به دسترسی API داره، نیاز هست که شما داخل سایت توبیت یک API جدید ایجاد بکنید، یک دسترسی در واقع به API ایجاد بکنید. اما این به چه صورته؟ وقتی که وارد اکانتتون شدید، در این قسمت بیاین به API Management، چیزی که اینجا میبینید. بعد که این رو انتخاب کردید، این صفحه براتون نمایش داده میشه. اگه API ایجاد کرده باشید، اینجا براتون لیست میشه و اگه نکرده باشید به این شکل اینجا یه دکمه New API هست. گفته که هر کاربر میتونه 10 تا ایجاد بکنه. من اینجا روی نیو که میزنم پیام میده که لطفاً به پشتیبانی برای ساخت API پیام بدید و شما کانفرم رو که میزنید اتفاقی نمیفته. در نظر داشته باشه که توی پیامی که داد یک ایمیل رو به ما داد، ما باید بهشون ایمیل بزنیم. اما به چه صورت این اتفاق باید انجام بشه؟ داخل چنل تلگرام کودن چارت، همونطور که اینجا میبینید من این قضیه رو توضیح دادم در موردش و آدرس ایمیل توبیت، عنوان ایمیل باید چی باشه و یک متن ایمیل برای شما گذاشتم. توی این متنی که میخواین ایمیل کنید حواستون باشه اینجا نوشتم ایمیل، آدرس ایمیل خود رو وارد کنید رو بردارید، اینو عیناً کپی پیست نکنید. آدرس ایمیلتون توی توبیت که میدونید چیه. یه UID هم هست که وقتی اینجا کلیک میکنید، خب بذارید اینو ببرم، اینجا نگه دارید موس رو میتونید ببینید این عددی که اینجا UIDه، این علامت رو که بزنم این کپی میشه و شما میتونید در واقع این رو داخل اون متنی که براتون گذاشتم اینجا بذارید و این رو ایمیل بکنید. بعد از حالا یک روز تقریبا این رو برای شما فعال میکنه. حالا وقتی فعال بشه به چه شکله؟ فکر کنم توی ایمیل بهتون میگه که دسترسیتون فعال شد. اما برای اینکه شما متوجه بشید این فعال شده یا نه، من الان اکانت خودم که باش کار میکنم رو آوردم بالا. روی نیو API که میزنم دیگه نمیگه ایمیل برام بفرست. میبایستی که در واقع یه سری فیلد رو پر بکنیم که حالا این فیلدها یه مقدار تخصصی میشه، در موردش صحبت میکنیم. قسمت ریمارک مهم نیست. شما میتونید هر در واقع اطلاعاتی رو اینجا وارد بکنید. یک اسم برای اینکه بدونید این API برای چی ساخته شده. میتونید اسم رباتی که باش میخواین کار کنید رو بنویسید یا هر چیز دیگه. اینجا دو تا حالت داره، یه رید اونلیه، یه رید تریده. رید اونلی حالا این یه ذره چیزای برنامه نویسی، شاید یعنی مباحث فنی برنامه نویسی باشه توضیحش، اما خب به دردتون میخوره. روی حالت رید اونلی اون API که شما ایجاد میکنید امکان ثبت اوردر و بستن پوزیشن و اینها رو هیچ کدوم نداره، فقط میتونه اینها رو ببینه. یعنی فقط میتونه اطلاعات حسابتون رو، اطلاعات در واقع ثبت سفارش و اینها که صورت گرفته از قبل، اطلاعات پوزیشن های بسته شده، اینها رو فقط میتونه ببینه. روی این حالت دوم وقتی شما فعالش بکنید، هم توی اسپات هم توی فیوچرز کانترکتس میتونه این ثبت سفارش بکنه. هر کدوم رو هم خواستید غیر فعال بکنید، کافیه این تیکش رو بردارید. ربات هایی که خودکار ترید میکنن، حالا اگه برای اسپات باشه این تیک، اگه برای فیوچرز باشه این تیک حتما باید بخوره و روی این حالت باشه. احتمالاً کسی که ازش ربات تهیه کردید یا حالا توی اینترنت اگه دیدید بهتون اینها رو میگه که باید فعال باشه. اما با جزئیات بخواین بدونید اینطوریه که این API که ایجاد میشه توی مرحله تولید کردنش حتما باید این قسمت فعال باشه. اگر که فقط روی این بذارید احتمالاً کاری براتون نمیتونه بکنه، فقط بتونه بهتون سیگنال بده.
پس روی این حالت میذارید این فعال باشه. بعضی از کسایی که ربات ارائه میکنن میگن که ربات درصدی از سودش رو به ما باید واریز بکنه و بهتون میگن که این قسمت ویدرو رو براش فعال بکنید، اما این الان اینجا غیر فعاله. وقتی که شما یک API ایجاد میکنید، اگر که کلیدش رو کسی داشته باشه از هر جایی میتونه بهش درخواست بزنه و اوردر بازو بسته کنه. برای اینکه این اتفاق نیفته و فقط API روی سرور شما باشه، لازم هست که شما IP اون سرور رو به این API معرفی بکنید. اگه این کار رو نکنید، این قسمت ویدیو هم براتون فعال نیست. پیشنهاد نمیشه این رو فعال بکنید، چون کمتر پیش میاد شما رباتی داشته باشید که نیاز باشه این قسمت رو براش فعال بکنید. اگه این قسمت رو فعال بکنید، هر کسی که کلید API شما رو داشته باشه میتونه درخواست برداشت بزنه رو کل حسابتون بدون نیاز به ایمیل، بدون نیاز به تایید اتنتیکیتور و اینها میتونه برداشت بزنه. پس این قسمت رو خیلی محتاط باشید. ربات چه شخصیه چه مجموعیه، اگر که گفت این رو فعال بکنی باید مورد اعتمادتون باشه. حالا برای اینکه این فعال باشه، شما این قسمت پایین IP باید وارد بکنید. IP تعریف میکنید که فقط اون IP بتونه دسترسی داشته باشه به API تون و وقتی توی این حالت دارید استفاده میکنید، این تیک ویدیو رو برای شما فعال شده و میتونید بزنید و روی کانفرم که بزنید این API براتون ساخته میشه. حالا چون من این آیتم رو نمیخوام باشه برش میدارم و این رو هم میذارم رو همون حالتی که از هر سروری بشه به این API ریکوست زد، چون رباتی که میخوام ازش استفاده بکنم روی یه دونه سرور فقط نیست. البته ناگفته نماند که اگه چند تا سرور هم داشته باشید اینجا میتونید این رو انجام بدید. ببینید یه نمونه مثال زده با علامت ویرگول اومده این IP ها رو از هم جدا کرده. شما میتونید هر تعداد که خواستید IP تعریف بکنید. حالا من یه اولی رو دوست دارم روی حالت تعریف بکنم. روی کانفرم که میزنید بهتون میگه یا باید که گوگل اتنتیکیتور داشته باشید یا اینکه براتون به صورت SMS یک کد بیاد تا این قضیه رو فعال کنید. من فکر می‌کنم چون شماره‌ام رو اینجا زدم روی SMS مسیج میزنم و روی سند میزنم که این برای من SMS بشه. خب SMSش اومد، من این رو اینجا وارد کنم. روی اوکی میزنم. خب این اطلاعاتی که الان شما میبینید به صورت مخفی درش آوردم، عبارتی که به عنوان اکسس کی هست و به عنوان سیکرت کی هست، مجوز دسترسی به حسابتونه. این اکسس کیش رو شما میتونید ببینید، اما این سیکرت کی فقط یک بار نمایش داده میشه. پس پیشنهاد میشه کل این عبارت هایی که اینجا هست رو توی این دوتا کادر هست، اینا رو توی یه فایل نوتپد یک جایی روی کامپیوترتون کپی کنید که هر زمان نیاز داشتید بهش دسترسی پیدا کنید به راحتی بتونید این کار رو انجام بدید. من این صفحه رو میبندم. توی این لیست میبینید که برای من این اضافه شده. هر API که درست میکنید توی صرافی توبیت 89 روز 90 روز این اعتبار داره. 90 روزش از همین لحظه شروع شد و شما میتونید که در واقع 90 روز که گذشت بیاین یه دونه جدید ایجاد بکنید. یه دکمه فریز اینجا هست، من قبلا ندیده بودمش. فکر میکنم وقتی فریز رو بزنید موقت دسترسی به این API غیر فعال بشه و احتمالاً یه دکمه‌ای بعد از فریز میاد که از حالت فریز درش بیاره دیگه. اگر که احیانا در آینده تصمیم گرفتید IP رو به همین API اضافه بکنید، میتونید در قسمت لینک IP آدرس این کار رو انجام بدید و IP مورد نظرتون رو تعریف بکنید. برای ساخت API فقط حتما توجه داشته باشید که یا باید
شماره موبایلتون رو وریفای بکنید توی توبیت که من پیشنهاد میکنم این کار نکنید. یا اینکه اگر که داخل ایرانید منظورم این کار نکنید، چون بعداً ممکنه وریفای رو اجباری بکنه یا به ایرانی‌ها نخواد سرویس بده و بعد برای ما داستان بشه. گوگل اتنتیکیتور رو بهتره فعال بکنید که بتونید این کار رو انجام بدید. ساخت API، تغییر IP روش و اینها نیازمند اینه که یک بار شما با گوگل اتنتیکیتور یا SMS این تایید رو انجام بدید. در نهایت میتونید از این استفاده بکنید، از این API توی نرم افزاری که حالا ربات اتو ترید یا هر برنامه دیگه ازش استفاده بکنید و دیگه مشکلی نباید باشه. نکته خاصی به ذهنم نمیرسه که توی این قضیه خدمتون عرض کنم. فقط این فعال سازیشه که یه مقدار زمان میبره. یک بار من ایمیل زدم و با چت پشتیبانی صحبت کردم، سریعتر فعال کرد، اما نهایتا فکر میکنم بیشتر از یه روز طول نکشه که این رو برای شما فعال بکنن.